شرایط سخت و خطیری است. الان یه دوستی عزیزی نازنینی کلی برای من، میدونی که اینترنت باز شده و همه هیجان زده دارن از این فیلم ها برای ما میفرستن. من ازش خواهش کردم که این فیلم ها رو نگه دار، این فیلم ها خوبن، این فیلم ها برای دادگاهه، برای دادگاه هایی مثل همین دادگاهی که قراره برای این جنایتکار در سوئد تشکیل بشه، اینا به درد اون روز میخورن، ولی از پخشش خودداری کن. من باور دارم که اینا یه بخشش کار خودشه، به خاطر ایجاد رعب و وحشت بترسونته. بنابراین اینا رو پخش نکنید، کمک نمیکنه به ما. به کی داری اینو نشون میدی؟ اون که خودش تو صحنه است که بوده میدونه. منم اینجا کاری از دستم بر نمیاد. بنابراین یه ذره دقت کنیم، یه ذره حواسمون به این کارا جمع باشه. من فکر میکنم راحت از این داستان عبور خواهیم کرد. تا نظر شما نازنینان چه باشد؟